سلام عرض کردم دوستان. هرچی جلوتر میریم به کوب باندی تو نظام بیشتر و بیشتر میشه. یعنی میخوام بگم این سگدوی اتمی داره نفس ولایت رو قفس میکنه. شیخ پری که گوش وایساده تا هر چماقی رو بکوبه تو سر علی گدا، این بار از وسط مراسم سالگرد آزادی خرمشهر زد به صحرای زرخوران. چطور شما تو خرمشهر از این ور به اون ور خرمشهر، از این ور رودخونه به اون ور رودخونه میخواستی بری؟ در زمان افلقیان نمیشد. جواب شما گلوله بود، نمیذاشتن شما حرکت بکنی. الان هم تو دنیای اقتصاد هر حرکتی میخوایی بکنی جلوی شما رو گرفتن. روباه بنفش که میگن اینه ها، آسمون و ریسمون رو به هم میبافه تا هر جور شده جام زهر رو دمر کنه تو حلقه لیدا. نمیگه سید علی باید مثل زمان آتش بس جام زهر رو سر بکشه، میگه جام زهر مثل آزادسازی خرمشهره. یعنی فکر کرده اگه زهر کذایی رو بریزه تو جام طلا، اون وقت گوشای علی گدا دراز میشه و زهر رو میزنه. دنیای اقتصاد ما و سرزمین اقتصاد ما امروز اشغال است. ما امروز با ابزار سیاسی و دیپلماسی میخواهیم سرزمین اقتصاد ما که به ناروا تصرف شده و اشغال شده میخواهیم آزاد کنیم. یه وقت فکر نکنید این شیخ فری به همین اشغال بسنده میکنه ها. نه بابا، وضعیت بحرانی تر از این حرف هست. یعنی الان یه مثال میزنه که برق از سپاس بسیجی ها میبره. ما نمیتونیم پولی رو بفرستیم، ما نمیتونیم پولی رو بگیریم، حرکت نداره. مثل یک جسمی است که این خون در این رگ گردش نمیکنه، اصلا یه جایی بسته شده و اگر کمی بگذره تبدیل به عفونت میشه، تبدیل میشه که این دست دیگه باید قطع کرد. بالاخره مقایست با آزادی خرمشهر رو قبول کنیم یا این تصویری که از جسم ناقص عظما ارائه دادی؟ اگه اینجوری باشه که خیلی سوتی دادی، که نظامی که باید به گفته تو کاردی بشه و اعضا و جوارحش قطع بشه معلومه خیلی وضعیتش های ریسکه. خب دیگه چی کار میخوایی بکنی؟ ما باید تمامی سرزمین های تصرفی اقتصادی ما، تجاری ما، علمی ما در سراسر جهان که به ناروا اشغال شده است به عنوان خرمشهر جدید و خونین شهر جدید از دست دشمن آزاد کنیم تا همه خرمشهرهای سرزمین اقتصادی، تجاری، بانکی، بیمه‌ای، اجتماعی، سیاسی، سیاست خارجی، فرهنگی، علمی، همه و همه آزاد شود. چقدرم خوش اشتهات. فکر کرده با این در باغ سبز نشون دادن ها میتونه قاپ دلواپسا رو بدزده و خط کوسه رو پیش ببره. خبر نداره که بابا بنبست خیلی خفن تر از این حرفاست. جماعت دلواپس توپخونه رو پر کردن و کوسه و دار دستش رو بردن زیر آتیش. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای امروز در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی حضور یافتند و گزارشی درباره مذاکرات هسته‌ای ارائه کردند. بله، مام جواد زخیم و اون یارو اولاغچی رو بردن مجلس تا به صورت غیرعلنی چپاق تیم مذاکره کننده رو چاق کنن. از اون طرفم دلواپسای در حال پس افتادن اسم بسیج و دانشجو رو گذاشتن رو خودشون و راه افتادن تو خیابون و شروع کردن به جفتک پرونی به جماعت کوسه. سازمان بسیج دانشجویی قصد داشت ساعت 17 عصر دیروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی خود را برگزار کند،
اما با صادر نشدن مجوز از سوی مراجع قانونی محل تجمع خود را به میدان فلسطین تغییر دادند. از دیگر حاشیه‌های جالب توجه در این مراسم متن پلاکاردها و شعارهایی بود که توسط حضار سر داده میشد. مجلس اگر راه بیاد ملت کوتاه نمیاد. منافق بی غیرت کت خدا رو رها کن. و پلاکاردهایی با عناوین اگر انرژی هسته‌ای در ثریا هم باشد مردانی از جنس اعتدال آن را پلمب می کنند و فکت چیت من پشت درخت آلبالو گم شده. بله، خلاصه که بزنیه. اون میگه فقط یه را جلو پامونه، اونم سرکشیدن زهره. این یکی میگه نه فقط یه را جلو پامونه، اونم چپ کردن میزه. جالب اینجاست که همینو هم جیگر نمیکنه بگه، ولی از حق نگذریم جفتشون یه حرف مشترک دارن که اونم وضعیت پتال نظامه. یعنی تو این که اوضاع خطریه و کار بیخ پیدا کرده هیچ اختلافی بینشون نیست. جالب اینجاست که بنده موشکافم در این زمینه باهاشون کاملا موافقم. بحثای داغ و شفاف با آقای موشکاف، با آقای موشکاف.